عزیزان دل، همه شما را به محفل و یا گرد همایی امروز خوش آمدید میگم. سپاسگزار هستم از هر یک شما که تشریف آوردین، در یک فرصت اندکی دعوت ما لبیک گفتین. همه شما میدانین که چند قبل ما تصمیم گرفتیم شرکت مصطفی هومز که شرکت خودم است، از سلام فود که از آقای سلام و دوست نهایت عزیزم زیای آریا که یک بازار بزرگ افغان در شهر وودبی آماده بسازیم و این بازار اولین بازار بزرگ افغان است که در سطح کانادا یا در تورنتو یا در بزرگشهر تورنتو در شهر وودبی که ساعت 9 الی 11:30 شب این بازار برگزار میشه که خوشبختانه تاریخ 16 آگوست روز شنبه ساعت 11 صبح این برنامه رسما توسط شهردار شهر وودبی و سفیر کبیر افغانستان در اتاوا برنامه آغاز میشه. هدف گردهمایی امشب از این بود که جداگانه از هر یک از شما دوستا، از شما خوبا حمایت شدیم و زنگای تلفن آمد که چی خدمت باشه، چی باید در کناردان هستیم، چی بکنیم. باز هم یک دنیا سپاس از این که تشریف آوردین. اجندای امروز فقط خیلی دوستانه است، بازار براتون تشریح بکنیم و شما در کنار ما هستین، از اینکه حمایتتان اعلان کردین سپاسگزار هستیم و نظریات باشه انشالله تا قسمت خود برنامه ما انشالله که از تجارب شما استفاده میکنیم و فرمایش باشه هم در خدمتتان هستیم. خاصتا کسایی که در بخش رسانه یا میدیا کار میکنن از اونها هم سپاسگزار هستیم، هر کدامشان اینجا هستن، تشریف دارن، جداگانه با ایشان پیام را خاط گرفتیم و هدف بیشتر این بود که ما شما یک دید و دید داشته باشیم، برنامه را بر شما تشریح بکنیم، از شما چیز بشنویم و خاصتا اعضای رسانه که علاقمند به این هستند که از این بازار مثلا تصویر برداری داشته باشن، کانتنت بر خود آماده بسازن، چون بخش امنیتی همونطور قرارداد با ایشان شده کسایی که در قسمت رسانه همکار هستند باید یک کردنشالز یا یک ثبت راجستر باشن که آزادانه بیاین از او بازار بر خود برنامه ریزی بکنن، برنامه بگیرن. محترم محبوب سلام که همکار ما هستند، ما هم همکار هستیم، همچنان آقای زیای آریام تقاضا میکنم که کم روشنی در قسمت تدابیر ما و به برنامه که برای درست تنظیم شده کم روشنی بردن. باز هم تشکر. حالا از آقای سلام چیز میشنویم. مصطفی جان کل گپا خودت گفتی. خب مصطفی جان کلش تشریح کرد که برنامه چی است، ما این گرند بازار برای چی گرفتیم. البته یک اپورتونیتی برای کل افغانای ما و شما هستند، کسانی که در بزنس دارن میخواین بزنس خود در جامعه معرفی بکنن، یک بهترین چانس برایشان. تشکر از امیری صاحب از خوارای ما که از راه دور آمدن، بسیار زیاد خوش آمدین. دیگه ما چی برنامه رو میتونم بر زیاد جان کار تکنیکش تشریح میکنه براتون. باز هم جان تشکر از کل شما که شما تشریف آوردید. زم په خپل وار ټولو دوستانو ته خلاص وایم. تشکر از اینکه تشریف آوردین در برنامه ما. برنامه همگی ماست، قسمی که مصطفی جان تشریح کردن. هدف کلی ما یک جای شدن است، چی امروز باشه چی در روز برنامه که تاریخ 16 و 17 آگوست روزهای شنبه و یک شنبه. هدف کلی همی است که همه ما یک جای شویم، افغان‌ها یک جای شوند و قسمی که تیم برنامه ما جشن آزادی ماست، آزادی افغانستان که تاریخ 19 آگوست می باشه. سلبریشن از امو است، تجلیل آزادی افغانستان است. دیگه یک روز خجسته است برای کل ما شما، یک روز محترم و کلان ملی ما شماست. به او خاطر ما این برنامه را دمو هفته تنظیم کردیم که زمینه دید و دید هم افغانان برابر شود. در ضمنش تجارای ما، تجارایی که در اینجا فعال هستند در GTA و بزرگشهر تورنتو
اونام یک زمینه نتورکینگ یا به نمایش گذاشتن امتایشان یا تولیداتشان باشه، برای مردم نشان بدن که چی دارن، برای عرضه بکنن و هم زمینه تفریح برابر شود برای فامیلای ما شما در تورنتو. زه ټولو ته ښه اشتیاق غواړم، ښه شپه غواړم تاسو ټولو ته، که څه سوال وي موږ په خدمت کې یو. و از همه تجارای ما که امی افغان بازار اینا ابتکارش به دست گرفتن، در امی تاریخ 16 اگست برگزار میکنن. ما من حیث افغان هم از شما حمایت میکنیم و ما خوش میشیم که تمام افغانای ما در هر بخشی که باشن اینا پیشرفت کنن، ترقی کنن، کاروبار خوبتر داشته باشن و اکثر تجارات که ما اینجا میبینیم خوش میشیم. هم شدن است اینجا، خدا رو شکر که جای وسیع داریم، اما در پهلوی از اینکه ما شما کار میکنیم اینجا یک بازار می داشته باشیم، اینی که پس با نام افغان پس در کمیونیتی های دیگه برجسته تر میشه و ما من حیث یک کمیونیتی در اینجا به دیگران معرفی میشیم، خود از یکی از افتخارات است. تایید میکنم که باید یک هماهنگی بین همه افغانا باشه و هم دیگر پذیری باشه. ما شما کوشش کنیم که افغانای خود رشد بدیم در هر موضوع و هر بخشی که باشه و این بازار یک فرصت خوبی هست برای کل کسایی که ما میتونیم بزنس افغانا را بفهمیم که کدام افغان ما مصروف به چی کار است. اگر امروز ما اینجا نمی آمدیم، در قدم اول من خانم نمیشناختم که چی مصروفیت داره یا چی وظیفه داره. خیلی خوشحال شدم که معرفی شدم. به می قسم هم تو تعداد زیاد از دوستای دیگه ما میتونیم که یکدیگر بشناسیم و از بزنسشان با خبر باشیم. بزنس های کوچک پیشتر گفتن معرفی خود کل اگر ما شناختیم چی وظیفه دارن چی کار دارن. مثلا این بازار که جور میکنین برای خود همون نفرم فایده بسیار خوب داره که همون نفر که لباس میارن یا هر کدامشون در هر بخش بزنس دارن خرید پروش میشه، برای اونم بسیار فایده خوب داره که شما اونجا را که به خاطر امی متحد شدن مردم، یک جای شدن مردم جور کردین دیگه. این کوتاه مدت نباشه، باید بعضی روزها 2 روز انتخاب کردین، باید دیگه بار کردین که یک هفته خوب باشه اقلا. کل ما وظیفه خود بدانیم که از بعد چی خود ما و چی دیگه دوستای ما که در چاپ کار میشه، باید ما بدر یک دکان خود ما، برادر ما دکان داره، بیایی که بریم.